وقتی ما کف دست نگاه میکنیم یک چیز میفهمیم که ما تقدیر داریم. ما با تقدیر خود راضی میشیم. در کانفلیکتولوژی یعنی علم مناقشه شناسی شما بدونید که مناقشه سخت‌ترین آدم این با تقدیر خودش است. آن تقدیری که در پدر و مادر، بابا و بابا کلان و گذشتگانش، نیاگانش نوشته شده بود و او دوام انا همون نسل آورده ایستاده است و امروز ظهوری نیاگان خود هست. وقتی که به تقدیرش ضد میبراید، آن وقت جنجال سختی در باطن او در سطح ارثی ژنتیکی می شود. برای همین امروز شما بدانید که رضایت به تقدیر، به قضا و قدر، این آن است که ما هم به گذشتگان خود راست میگیریم و نیروی بزرگ و قوه‌هایی که در آنها بود و با گن می آمدن آنها در ما بیدار می شوند و هم با اطرافمان، طبیعتمان که طبیعت یعنی شعور دارد و شعور طبیعت را خدا میگویند و ما مناسبتمان در این سمت هم درست میکنیم. هم آفتاب و هم زمین، هم ماه و هم ستارگان، هم هوا و هم مخلوقات های گوناگون و آن چیزهایی که در اطراف ما هستند برای ما و شما خیرخواه می شود. پس چشمان خود بپوشید تا اینکه ما با سکوت کنیم، وارد بدن خود شویم و در آنجا مشکلات هایی که به خواست ما سر زدن، به خواست ما برنامه های در زیر شعور ما ریخته شدن که آنها سبب بیماری و کسلی و مشکلات و محکم شوی کار و هر چیزهای دیگری که به ما ضرر می آورند شدن، ما آنها را امروز بکشاییم و صحت و سالم کردیم. داده شود به آن حالتی که شما را فرا گرفته است. انشای خدا روز تا روز ما و شما بهتر و بهتر شدن میگه. بدن خود را حس کنید، پناه به سوی خدا طلب کنید، با نام خداوند سر کنید، به نیت شفا بشینید، خود را در بین معینه سر گرفته شکر کنید، منتدار باشید، منتدار باشید از زندگی که ما و شما داریم. امکانات تفاوت داریم. ما و شما امکانات داریم که امروز از آن دستاوردهایی که بشریت کرده است بهره بریم. یعنی از آن جمله از دکتری، از طب که سبب صحتی ما و شما شود. و البته شکر آن که ما تنج و امنیم و ما فضایی داریم که در آن ایجاد میکنیم، زندگی میکنیم و این فضای آزاد و امن و آسانی به دست آمده است. هزارها آدمانی هستند که در این سمت کار میکنند تا اینکه ما امنیت داشته باشیم و ما از دل خود میگذرانیم منتداری خود را. ما از آنها هم منتدار هستیم که سبب تنجی و امانی ما و شما. پس داده شود به آن حالتی که شما را فرا میگیرد، حالت آرامی، حالت مخصوصی معینه سر و ما و شما و باطن خود وارد شدن میگه. البته ما و شما داریم اولی که در ما هست این بدن ما. بدن ما آب دارد. آب بدن گردش دهید. آب بدن گردش دهید. آب بدن رو گردش دهید به معده تا معده صحت و سالم گردد. گردش دهید به سر تا سر شما روشن گردد. گردش دهید آن را به گرده ها و عضوهایتان. هر کجا که گردش خون است آنجا صحتی است، سالمی است، به دردی است. خون را بفهمید مانند که تجارتی که در جمعیت میکنند. هر جا که بازار است، هر جا که مغازه ها هستند، هر جا که سودا هست، هر جا که نظارت هست و تازگی هست، آنجا البته آبادی است، پیشروی، زندگی مردم خوب است. عضوهای ما و شما هم از گردش خون تجارت میکنند، از گردش خون تازه میشوند، از گردش خون تعمیر میشوند، از گردش خون تامین میشوند و هر چیزهای لازمی را از گردش خون میگیرند. آن را شما حس کنید که در بدن شما گردش خود ایستاده است.
وقتی که بدن ما و شما گردش خون میگیرد، شما بدانید و آگاه باشید که تازه شوی، صحت شوی بدن، برقرار شوی بدن سهر شده است. بدن خود را دوست دارید و آن را باور کنید. بدن خود را دوست دارید و آن را باور کنید. بدن خودش صحت کردن میتواند اگر شما با احساس و فکرهای خود خلل نرسانید. همینطور بدن به زمین پیوست شده، همه سیاهی و زمینی قوه جاذبه زمین آن را جبیده میگیرد. از طرف آفتاب قوه الکترومغناطیسی هست که از بدن ما گذشته سر دل ما را روشن، بدن ما را گرم و فارغ میگرداند. آتشی که در بدن ما هست، یعنی که 36 تا 37 گرادوسی که بدن ما دارد، این نماینده آفتاب در بدن ما است. این سبب آن می شود که همه التهاب، خنکی هایی که در عضوها هستند آنها برهم می خورند و این چای خدا شما روز تا روز می بینید که بهتر و بهتر شده ایستاده. بدن شما صحت و سالم می گردد. شکم خود را ملایم بگیرید و وجود خود را تازه حس کنید. درباره نفس میگیریم، بدن هوای تازه فورم را نفس میگیرد و شما میدانید که پیچکه‌ای که در آن علاب میپرتایند، یعنی علاب میزنند یا که آتش را برمیافروزند، اگر هوا نرسد آنجا آتشش سست و ضعیف یا که خاموش میشود. برای همین نفس کشی ما و شما بسیار مهم است که از این رو سر کرده شما میفهمید که هر نفسی میگیرید این درست کار کردن بدن، درست بودن مبادله ماده ها در بدن و روز تا روز بهتر و خوبتر شدن است و هر یک عضو وظیفه خود را درست اجرا میکنند. ماده هایی که برای بدن ما لازم هستند عضوها آن را حاصل میکنند. داروهای به درد کننده، داروهای ضد وسپلین یعنی گزک، التهاب، داروهایی که خون را تنک کننده، داروهایی که تازه کننده هر یک حجره ما در بدن حاصل شدن میگیرند. انسولین حاصل شده به خون پرتافته می شود و همه غذاهایی که ما و شما خورده ایم در گوشت و پوست می چسبد. چقدر خوب و نغز نشسته، هیچ چیز شما را خلل نمی رساند. هیچ چیز شما را خلل نمی رساند. بدن خود را حس کنید. بدن خود را دوست دارید. و چیز دیگری که ما را البته که حالا بدن به حال خود میگذاریم، این احساس ما و شماست. ما حس میکنیم که یک پرده در سر دل ما هست که آن غم است. ما آن را میدرانیم. ما آن را میکنیم از سر دل. و یک چیزی را میبینیم، حس میکنیم میخواهد که ما را بترساند. ما او را تله زده بیرون میکنیم. سر دل ما روشن میشود. دل ما آرامانه چه شب چه روز کار میکند. وقتی که ما حرکت کنیم، مشق‌های جسمانی کنیم، دل ما موافق معیار، موافق طلبات آن حالت کار میکند. شکم گرم شده، ماده‌های لازمی از شکم جبیده میشوند. داروهای خورده در بدن میچسبند. روز تا روز ما حس میکنیم بهتر و خوبتر شده ایستادیم.
یک چیزی در ما پیدا میشد که این باوری است. باوری. من مطمئنم که انشالله صحت میشم. روز تا روز بهتر و خوبتر شدن میگیرم و بدن من به این کار سر کرده است. من احساساً بدن خود را دستگیری میکنم. من باوری دارم به صحت شوی، چون که شیطان ناامید است. من خرسندم، من ترسم دلیرم. من باوری نکنم. من میدونم که حیات من از من و البته از خدای من وابسته است. من کارها و عملهایی میکنم که خداوند به من کشایش میدهد. شفا، برای کار، برکت زندگی و میرسم به آن مقصدهایی که دارم در زندگی. صحت بودن، سالم بودن، زندگی کردن و شکرگزار بودن. دوره‌های لازمی که وقتی ما و شما را خوش میکنن در بدن حاصل شدن. آنها به خون پرتافته شده. ما همه وقت قوت حس میکنیم. خرسندی، باوری، ما اراده قوی داریم. و دیگر چیزی که در اطراف ما و شما است که ما حالا بدن به حال خود گذاشته ایم که بدن خودش را صحت میکند. حس میکنیم که ناترسی و دلیری و خرسندی و باوری وجود ما و شما را، هستی ما و شما را فرا گرفتند و ما احساس مثبت داریم. فکرهای ما اکنون فکرها که جنگل بودند، ما اکنون از جنگل میبراییم. ما باغ میسازیم، باغ فکر. آن فکرهای را میکنیم که به ما لازم هستند. و هر فکری بدی که میخواهد ما را ناراحت کنیم مانند دزدی هست که میخواهد باغ فکری ما را تله و تاراج کند. نمیگذاریم. ما باغ خود را مستحکم کرده ایم. و آنکه فکر ما را دائم میخواهد این ذکر است. یکی از نامهای خدا را یا که یکی از کلمه های بزرگ را در زبان دل تکرار کنید. تکرار کنید، ذکر کنید. دل خود را پر از این سخن بزرگ کنید. هر یک سخن راست انرژی، نیرو دارد. شما حس میکنید که هر سخنی حالا شما گفته ایستاده و این نیروی خود را دارد. شما با آن نیروی کلمه گفته پیوست میشوید، سالم میشوید و مهر میشوید، باورناک میشوید. کسب خود را صیقل میدهید، در یک سمت فکر میکنید. داده شوید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی آرامی، حالتی مخصوصی معینه سر. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که با حکومت خود تباوت کنی. بدن و پرتافته میشد به خونداروهای خودی بدن. فکرهای شما اکنون دستگیری شما هستند. شما را همه وقت مصلحت‌های خوب میدهند. آن فکرهایی که شما اجازت داده بودید آنها دشمنان شما بودند، آنها را دیگر شما گوش نمی کنید. بیایند هم باور نمی کنید. شما صحت و سالمید. شما انسانید. شما آدمید. شما صحت شونده اید. شما قدرت عظیمی دارید که در شما امروز بیدار شده ایستاده است و هر چیزی که پیش شما را ناراحت میکرد در نظر شما ناچیز میشود. پیش نظر خود را تازه کنید. و مرور آن که ما گپ میزنیم، سکوت میکنیم، وارد میشه این بدن خودش صحت میکنند. وقتی که از حالت ما شما میخیزانیم، میبینید که بدن شما بی درد و صحت و سالم است. طبعتان خوش، تگیدیتان ناترس و دلیر باورناک. حیران میشید که دنیا رو گویا رنگ کرده باشند. فکرها در زیر نظارت و فکرها مسئله های مهمی زندگی شما را مصلحت میدهند. امروز عقل شما مصلحت چی شما هست و روان شما تازه شده. هر گونه پرده هایی که در آن بودند تازه شدند. اکنون فقط انتظار کار خوب هستید.
فقط انتظار کاری خوب، میدانید که فراست شما فقط انتظار است که کارهای خوبی با شما میشوند، صحتی سالمی، خبرهای خوش، زندگی پیشرفته، تنج و امانتی. بهترین روزگار ما و شما را انتظار است. انشاءالله خدا داده شده با حالتی که شما را فرا میگیرد، حالت آرامی، حالت مخصوص معنی سر. دم گیرید هم تن شما و همراه شما. پیش نظر تازه شما زندگی خوب خود را میبینید. شما زندگی خوب خود را میبینید. پیش نظرتان هست. صحتیتان، سالمیتان و قوتیتان، آن آرزوهایی که شما رسیده به آن در پیش نظر است. روزگار بسیار خوب. اما رویان که ما گپ میزنیم بدن آرام، آسوده، دم گرفته، احساس خوب، بهبودی ها، ناترسی ها، فکر همه وقت مصلحت چی نغز است. میتوانیم روانتان تازه. مکنون شما همه وقت کوشش میکنید که به مردم منفعت آور باشید، برای خودتان، برای نزدیکانتان منفعت آور باشید. دائم دستی کمک دراز میکنید. اون چی که از دستتان میاد میکنید، چی به دستتان، چی به زبانتان، چی به چهرهتان، سینایتان. روز تا روز روزگار شما بهتر و خوبتر شدن میگیرد وقتی که انسان آدما را کمک میکند، آدما او را کمک میکنند و از همه مهم خدا او را کمک میکند. جمعیت دوست می‌دارد شخصان فداکار را. خب می‌بینیم که ما نزدیک شده ایم که والا بدن ما خود را صحت و سالم کرده ایستاده است. داروهای بدن حاصل میشن وقتی ما شما را از این حالات میخزانیم صحت و سالمید. وقتتان خوش، فکرها آزاد، آرام، در زیر ذکر، روانتان تازه، انتظار کار خوب. ما نقشه های خوبی داریم که نزدیکان خود را، کسانی که از ما وابسته هستند یا عموما به مردم خدمت کنیم. ما با طبیعت پر میاندازیم. میبینیم که آفتاب و هوا، زمین، آب و خاک با ما آشنااند. با آفتاب البته سلام، با آب شکر، با ناز و نعمت هایی که زمین هستند با بسم الله، با هوا با حمد و ثنا که ما با طبیعت هماهنگ شدیم. طبیعت به ما دیگر زید نیست و میرسیم به ولایتی که در آن سرحد خداوند است. یکی از نام‌های زیبای خدا را ذکر کنید. ذکر کنید که ما رسیدیم به آن ولایت و نور و نظر خدا را احسان کنید که ما را نظارت دارد، ما را میشنود، میبیند، میفهمد. در پیش نظرتان بسازید آنچه که میخواهید.
از خدا پرسید، یعنی دعا کنید. نوری عجیبه از بدن ما گذشت. ما پرده‌ای در اطراف خود داریم که ما را حفظ میکنن. سالم، صحت، بردم، ناترس، دلیر و خواب به درد. خواب نغز شب هر بیگاه بعد شام سکوت میکنید و هر وقت خواهید سکوت میکنید. در بعد شام حس میکنیم یکدیگر را. دائم سخنان ما را یادتان. صحتی را میبینید، حس میکنید و مردم را به صحتی و سالمی دعوت میکنید. روز تا روز ما میفهمید که بهتر و خوبتر شده. میتوانید با آرزو و هوس‌های خود برسید. با تن صحت، با دل خرسند. روح شما روح شماست و روح ما روح ماست. خواب نغز شب، دل خرسند، عصب‌های تازه، تن به درد. خواب بینی که به ما خبر خوش میده. شکرانه خدا و وطنت اینجا چشمان خدا آهسته آهسته میکشاید. نفس میگیریم، نفس